دوستان سلام، وقت بخیر. با یک رادیوی ویژه میان هفته‌ای در خدمتتون هستیم. طبعاً این ویژه برنامه به درخواست و مطالبه خود شما عزیزان و دوستان ارائه میشه. پس این نشون میده که هشتگ مطالبه رو نه تنها در توییتر بلکه در هر موقعیتی که به دست میارید بچسبید و پاش وایسید و مطمئن باشید که جواب داره. بیار رفیق دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق خورشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق. یه گلچینی براتون آماده کردم که این چینش هست اما خب گلش یه خورده مشکوک میزنه. یعنی چند تا از این گزینه‌گویه های آخونداست در هفته گذشته که حول اون همه اخبار و توییت‌ها و حوادث و خلاصه عرض کنم خدمت شما که این شماره از رادیو پیک هم شکل گرفته. کسانی دهه 60 را گویا نشناختن یا گاهی تغافل میکنن، تجاهل میکنن. این جلادهای خوناشام، ولی خدا کش، مردم کش، کودک کش، مردم عادی و کارگر رو به صغیر و کبیر رحم نمیکردن، گویا اونها را جلاد نمیدانند. اینها یه همه جنایت کردن، 17,000 نفر رو ترور کردن. یه نمونه ترورشون جانبازی مقام معظم رهبری، عزیزترین عزیزان اسلام امروز. خب بعد از اینا دفاع میکنی؟ اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال و ابتذال مظهر گناه است. و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. این مصیبته. آقا همه رو ول کن، این مصیبت ها رو بچسب. یعنی باید چقدر خاطرت عزیز باشه که مقام عظما تو روز روشن اسم تو بذاره مصیبت. مجید آقا تو رو چه به روزه خودتی گریه کن نداری ولی خودت مصیبتی. نه مجید جون، ما از اول مصیبت بودیم، 38 سال مصیبتیم، اما انگار گریه کنمون تازه پیدا شده. خلاصه در همین رابطه و باقی روابط چند تا وایس به دستمون رسیده که با هم بشنویم. جمهوری اسلامی برای حداقل 96% مردم ایران مصیبته. بیایید ما 96% هم برای جمهوری اسلامی مصیبت باشیم. اگه اونها آتیش به اختیارن، ما مصیبت به اختیاریم. افتخار میکنم که برای رژیم جمهوری اسلامی مصیبت بودم، هستم، خواهم بود. بسیجیان نزده میرقصن، وای به حالی که آتیش به اختیارم باشن. محارب و ملحد و کافر و منافق و یاوه‌گو و وابسته و منحرف که بودیم، مصیبت هم اضافه شد. علا برکت الله. ابله‌ها مردا، عدوی تو نیستم، من مصیبت تو هم. خب با تشکر از دوستان که این وایس ها رو برامون فرستادند. اما بعد از داستان حملات تهران الان آخوندا حسابی به دست و پا افتادن که تا میتونن فضا رو امنیتی تر کنن. فرض بگیریم که اصلا این داستان نمایشی و سفارشی نباشه، اما خب در بی‌عرضگی مامورای امنیتی نظام که هیچ شکی نیست و ما هم به این موضوع هیچ شکی نداشتیم، احتمالاً شک شما هم از هفته پیش دیگه باید برطرف شده باشه، اینکه بودجه‌های میلیاردی بگیرن که فضای کشور رو در یک جو به شدت امنیتی نگه دارن، اما 7-8 تا تروریست تازه ولایت تازه داعشی شده بتونن مثل آب خوردن وارد کشور بشن، تا پایتخت بیان و تا دندون مسلح وارد ساختمون حساس مجلس بشن و آدم بکشن و آخر سر خودشون هم منفجر بکنن. خب این یعنی اون بودجه میلیاردی کشک، دوغ، زرشک، هویج، چغندر، انبه، خیار، زردآلو هم داریم آقا. بدم من عجب فلفل سیاه، یه هندونه همون شیرین آقا بود. آقا یه گاز از این گلابی بزن، پاشو بریم قم یه فلافل بزنیم. به 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 چه خربزه‌ای قاش کنم برات. آقا آلبالو بدم داخلی برمد و برمکم انا آلبالو. پارسال همین موقع ها امنیتی ها میگفتن از مرزهای ما یه پشه داعشی هم جرئت نمیکنه رد بشه. نه تنها پشه که هیولاهای داعشی هم رد شدن.
خب آقایون اطلاعاتی بفرمایید اینجا بشینین واسه مردم توضیح بدین که این 40-50 نفر دستگیر شده که گفتین مرتبط با داعش هستن رو چرا تو 1 سال اخیر دستگیر نکردین؟ ها؟ چرا؟ نه واقعا چرا؟ اما قسمت قابل تأمل ماجرا اینجاست که طبق اطلاعات اولیه این داعشی‌ها 1 سالی هست که داخل ایران مشغول آماده سازی برای این عملیات بودن. تو این 1 سال هیچ کدوم از امنیتی‌ها متوجه نشدن. اما ظرف 2 روز بعد از اون عملیات به غیر از اون 5-6 نفری که خودشون رو نفله کردن 45 نفر از اعضای داعش در سراسر ایران دستگیر شدن. تو این 1 سال 2 نفر رو نگرفتن، اما تو این 2 روزه 40-50 نفر رو گرفتن. وا عجبا، وا حیرتا، وا مصیبتا، وا ویلتا، وا ولایتا، وا داعشا، وا مقام عظما، وا وزیر اطلاعاتا. با بینا عظما ببین چی رفت ما، با بینا عظما همه شدیم رسوا. والا با این حجم گسترده و مشکوک دستگیری‌ها همین روزاست که داعش خودش بیانیه بزنه که آقا نحنو جمیعا 7 نفر فی ایران ما هو بقیه دستگیر شدگان ما ذا فازا قوة الاطلاعاتیه الایرانیه. او ما کلن 7-8 تا تروریست رو از ایران بیشتر نداشتیم، شما چطوری 40 نفر رو گرفتین؟ مطمئنی داعشی گرفتی؟ نه جون داداش مطمئنی داعشیان؟ تو میری داعشی گرفتین؟ احتمالاً این وسط مسطا وب بلاگ نویسی مستندساز داعشی چیزی که نگرفتین که یه وقت مدافع حقوق کارگران داعش که نشه فعال حقوق کودکان داعش وقت اونا رو نگرفته باشین ها. راستی اصغر آقا بقال سر کوچه ما 2 هفته پیش درباره مقام عظما چیزایی میگفت، بنده خدا الان 1 هفته از غیبش زده. کار شما امنیتی‌ها که نیست ها. اصغر داعشی نیست ها، بقاله، بقال گناه داره، ولش کنین آقا، ولش کنین. خب برخی از دوستان هم گله کردن که چرا تو رادیو پک اخبار ورزشی نداریم. چشم باشه آقا، همین الان تیم ملی والیبال ایران در اولین میزبانی خود در روز 19 خرداد در رقابت‌های لیگ جهانی 2017 در سالن 12,000 نفره اوین و ورزشگاه آزادی رو در روی تیم بلژیک قرار گرفت و تیم ایران 3-2 تیم بلژیک رو لوله کرد. یعنی شکست داد. به عبارت دیگه کارگاه علوی 3، هرکول پوارو 2، ژان کلود واندم 2، جمشید هاشمپور 3، موریس مترلینگ 2، آیت الله علم‌الهدی 3، سوهان قم 3، شکلات بلژیک 2، سعید توسی و بچه‌ها 3، تنتن و میلو 2، چای پامنقلی عظما 3، قهوه بلژیکی 2. جان چی نشد؟ یعنی اصلا شبیه اخبار ورزشی نشد. خب آخه بابا ما پیک شادی عادل فردوسی پور نیستیم که. پیک شادی آقا، پیک شادی، برو بر خودت. آفساید نیست، جعفرپور یه گل نه گل نمیشه تو. خب گفتیم بازی والیبال ایران بلژیک که اشاره هم بکنیم به تقابل سکوی تماشاگران و عدالت آخوندی. سالن 12,000 نفر ظرفیت داره، اون وقت 300 نفر سهمیه خانوماست. بله 300 نفر، فقط 300 تا دونه، 300 نفر سهمیه برای کسایی که 49% جمعیت رو تشکیل میدن. یعنی اصلا این عدالت کشت ما رو، لامصب این مساوات سرویس کرد ما رو، این برابری مورد عنایت قرار داد ما رو، این تساوی حقوق سربنیست کرد ما رو. جان مشارکت انتخابات بالا بوده؟ خب پس حله. فقط محض اطلاعتون همین 300 نفری هم که اومدن تو استادیوم 30 نفرشون بلیط خریدن، بقیه همشون فرمایشی بودن و از قبل انتخاب شده بودن. جانم مشارکت زنان در انتخابات بالا بوده؟ خب پس حله دیگه، ما نکته دیگه نداشت. بفرم. حراج عشق و انسان، بازار نوبرده داران، گریزون دختر ایرون، گم شده رویاهاش تو خیابون. جدیداً مشخص شده که شیخ حسن تو آستین مار پرورش میداده. بله همین الان از اتاق فرمان اشاره کردن مار نیست، سوسماره. بله سوسمارم نیست، ملخه، خر خاکیه، مارموله. خب گویا مشخص نیست چه جک و جونوریه، چون تو آستین عبای این آخونده همه جور جونوری رو میشه پیدا کرد. عبا که نیست، لامصب راز بقاست. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور که چه عرض کنم، زیرابی شناکن عمام گنده شیخ حسن توییت زده اینایی که مقام عظما لابلای دانشجوها گفته اینا فصل الخطاب بود و سلام.
یعنی وقتی آقا میگه آتش به اختیار، پس بدو این بی چک و چونه بریم خیارامونو بیاریم و آتیش کنیم. حرفم نباشه، قرم نزنین، ریش و سیبیل مقام عظما رو هم انگولک نکنین. ای جونم فصل الخطاب، ای جونم قاطعیت، ای جونم آتش به اختیار، ای جونم جونی جونو میار جونو بیا درد به جونو شب مهتاب لب دریا سیتو آواز میخونم جونی جونو میار جونو بیا درد به جونو شب مهتاب لب دریا سیتو آواز میخونم. این جذام الدین آشناست، گونه‌ای نادر از حیوانات دوزی است، به گونه‌ای که هم در هوای دفتر شیخ حسن نفس می‌کشد و هم در دریای ولایت فقیه شنا می‌کند. او فقط در فصل جفتگیری توییت‌های خفن می‌زند. منقارهای او به گونه‌ای است که همزمان هم می‌تواند نان را به نرخ روز بخورد و هم بیت المال دولتی را ببلعد. این گونه نادر اصلاً در حال انقراض نیست و با تلاش جنگلبانان ولایت مدار ژنتیک او در حال گسترش نیز هست. تو هفته اخیر اوضاع خاورمیانه قربونش برم بیشتر از قبل قاراشمی شده. یعنی سوژه روی سوژه است که میریزه تو استدیوهای رادیو پیک. قطر که تو ائتلاف منطقه‌ای صاحب میز بود و نمک خورده بود، به محض اینکه اجلاس تموم شد نمکدون شکست و تلفن رو برداشت، پشت به ائتلاف و رو به آغوش ولایت زنگ زد به شیخ فری که لبنان کی بودم من؟ حالا از این به بعد علاوه بر فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و گینه بیساو و ونزوئلا، قطر هم به دسته پول تو جیبی بگیران آخوندی اضافه میشه. این از این. تا همینجا کلی پول و جنس و گوسفند فرستادند و بدین ترتیب پروژه اشتغال سازی برای جوانای ایرانی تبدیل شد به پروژه کار کردن شکم قطریا. آقا واقعا یعنی تو کشور خودمون هیچکی پول لازم نیست؟ هیچکی جنس نمیخواد؟ هیچکی غذا نمیخواد؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار یکی سر بار، آهای خبردار یکی سر دار. از طرف دیگه معلوم نیست چطوری تب کریمه کنگو از مملکت ما سر در آورد. تب کریمه کنگو، آخه کنگو کجا ایران کجا؟ لامصب اصلا هم شوخی نداره که 2 سوت میکشه. اصلا یه چیزی تو مایه‌های ابراهیم رئیسی و رفقاش. هرچی هم مسئولین اعلام میکنن که بابا گوشت رو مثل بچه آدم 24 ساعت توی یخچال بذارین، باز مردم بیخیال نمیشن و احساس وظیفه میکنن که تا گوسفند ذبح شد گوشتشو بخورن و جیگر تازه هم برسه دست دختر کوچیکه تتقاری بابا. بعد در همین حین که ملت درگیر تب کریمه آخوندی و گوشت گوسفند هستن، یه عده درگیر پشمش شدن. چطوری؟ بزرگواران حلیم فروش انقدر به فکر مردم هستن که کریمه کنگو نگیرن، به جای گوشت تو حلیم پشم و پنبه ریختن. حالا وسط این بازی قطر و آخوند و گوسفند و پشم و حلیم و اینا، این وسط یه سری مؤسسه مالی بدون اعتبار هم پیدا شده که پول مردم رو گرفتن و پس نمیدن. بانک مرکزی هم که طبق معمول میگه به من ربطی نداره. مردم هم برای اعتراض رفتن دم مجلس آخوندی، هم و از بد روزگار داعش به اونجا حمله تروریستی کرده و با اسلحه اومده چاق سلامتی رفقای پارلمانیشون. وقتی مردم با این ماجرای گوسفند و پشم و آخوند و داعش درگیر بودن، لهستان هم اومد تیم والیبال ایران رو برد و نذاشتن اون 300 تا خانم تماشاچی دعوت شده گزینشی بالا پایین بپرن. یه دیوونه‌ای هم تو تریبون نماز جمعه مشهد گفته این مسئولینی که جلوی بالا پایین پریدن مردم رو نمیگیرن جاشون اون طمع‌های جهنمه. یه دیوانه دیگه‌ای هم تو کره شمالی دید حالا که اوضاع همه جا علمی تخیلیه، میخواد موشک قاره پیما آزمایش کنه. اصلا یه وضعیه. حالا وسط این همه خرطوخر و آخوند تو آخوند که هر کدومش واسه 1 سال افسردگی کافیه و خوراک روزخونی 1 سال مملکت رو تامین میکنه، یه خبر خوبم اومده.
اونم این که امیر تتلو سردار بغبغوی ابراهیم رئیسی بالاخره میخواد از ایران بره و تهدید کرده که اگه به تیم ملی فوتبال دعوتش نکنن به روسیه مهاجرت میکنه. البته با اعلام این خبر موجی از نگرانی روسیه رو گرفته و کاخ کرملین فکس زده به بیت مقام عظما که آقا ما با هم رفیقیم، از این شوخی‌های دستی نکنیم با ماها، اصلا قاراش میشه نکن آقا نفرستش. آره بچه تهران اومدم و من مرد میدان اومدم، با یه بیگانه اتاق هفته جوانان اومدم، من با کله مثل زین الدین زیدان اومدم. مقداد پیکشادی برادر، ما الان تو موقعیت باشگاه ورزشی هستیم. برادر اینجا یه عده رفتن تو زومبا، مفهومه؟ زومبا دیگه، زومبا یه عده دارن بالا پایین میپرن، مفهومه؟ باشه حتما، فقط نیروی کمکی بفرستین همشونو بیاریم. بله نه اخوی زولبیا نیست، زومبا. روزی مریدی در محضر یکی از علما پرسید زومبا چیست؟ آیا زبان رسمی یکی از کشورهای آفریقایی است؟ نه نیست. آیا مواد مخدری است که فرد را از آرمانهای امام راحل به فضای ولایت میرساند؟ نه آن هم نیست. آیا زومبا تهاجم فرهنگی جهان غرب بر علیه زولبیابامیه ملی مذهبی است؟ نه جانم، نه آن هم نیست. خب اگه زومبا اینا نیست پس آیا زومبا چیست؟ اول از همه بگم که زومبا برعکس اسم خفنش فقط یه ورزش ساده است، تو مایه‌های همین آیروبیک و یه جور رقص لاتینه. اما اون قسمت بالا پایین پریدنش بد جوری رفته رو مخ علما و عظما، علل خصوص گراز نظام حاج آقا علم الهدی، و گفتن جمع کنین بابا زومبا و زومبا بابا زومبا بابا زومبا، نه خلاصه جمعش کنین. آره خلاصه بخشنامه کردن که ما انقلاب نکردیم که شما زومبا بومبا، آرمان‌های امام راحل رو نریزین تو زومبا بومبا. آره دل مقام عظما رو نشکنین که زومبا بومبا. توی یه بخشنامه هم دستور داده شد که کلا در هر باشگاهی رو که زومبا بومبا گل بگیرن زومبا بومبا. شنوندگان عزیز رادیو پیک، به اطلاعیه‌ای که همکنون به دست من رسید توجه کنید. ابوبکر بغدادی رهبر دولت خلافت اسلامی موسوم به داعش طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین مراتب تشکر خود را از وی ابراز داشت. متن نامه بدین شرح است: بسم مقام عظماها جناب آقای جاعش، نماینده داعش در جمهوری اسلامی، صحنه را دیدم. از شنیدن خبر